میخوام درباره آدمایی صحبت کنم که بیش از حد اهمیت میدن. اونایی که همیشه حال دیگران رو میپرسن، حضور دارن و همه رو در کنار هم نگه میدارن. آدمایی که بدون اینکه کسی ازشون بخواد زمان و انرژیشون رو میبخشن و بیشتر مردم متوجه نمیشن که این کار چقدر خسته کننده است. اونا مشکلات همه رو مثل مشکلات خودشون به دوش میکشن و سعی میکنن همه چیز و همه رو درست کنن، در صورتی که کاملا خودشون رو نادیده میگیرن. اونقدر خم میشن تا جایی که میشکنن، اونقدر میبخشن تا جایی که چیزی برای بخشش باقی نمیمونه. اما با همه این شرایط برای اطرافیانشون کافی نیستن. چیزی هست که این روح‌های دلسوز باید درک کنن. عقب کشیدن خودخواهی نیست. انتخاب خودشون بیرحمی نیست. این یعنی محافظت از خودشون. مشکلی نیست که اونا اهمیت میدن یا نه. مشکلی اینه اونا فراموش کردن که خودشون هم اهمیت دارن. اونا اجازه دارن از انرژیشون محافظت کنن. اجازه دارن بگن امروز نه. اجازه دارن برای دیگران یک بار هم که شده بهشون اجازه بدن خودشون مشکلاتشون رو حل کنن. این آدما باید دست بردارن از بخشیدن تیکه های وجودشون برای کسایی که هیچ وقت همون کار رو براشون انجام نمیدن. این آدما باید شروع کنن به اندازه‌ای که با دیگران مهربونن با خودشون هم مهربون باشن.